بریم یه مدل کباب تابه‌ای درست کنیم که خیلی آسون و خیلی کم هزینه است. نگاش کنیم ببینید چقدر خوشگله. با 150 گرم گوشت چرخ کرده و 2 تا اسلایس نون توست 8 تا 9 تا از این کبابا میده. هم با صرفه، هم کمتر گوشت خوردیم، هم خیلی خوشمزه. اول گوشه های نون رو خیلی نازک و نرم جدا میکنیم. بعد نونا رو توی شیر خیس میکنیم. معمولا من برای این 2 تا اسلایس نون حدوداً نصف کاپ شیر استفاده میکنم، ولی اینجا نونش نرمتره. فکر کنم از اونم کمتر شد. بنابراین بسته به نونتون داره. سعی کنید یه خمیر شل با شیر به دست بیارید. حالا میریم سراغ گوشت. 150 گرم گوشت چرخ کرده رو با مقداری گشنیز و فلفل هالوپینیو مخلوط میکنیم. نمک و فلفل بهش میزنیم. بعد به اندازه 2 قاشق یا 1 قاشق از پیاز رنده شده آب گرفته رو بهش اضافه میکنیم. نون تو شیر خیس کرده رو که برای این کباب تابه‌ای میخوایم اضافه کنیم خیلی هم نباید خشک باشه، چون برای رطوبت گوشتمون این شیره لازمه. مواد رو با هم دیگه ورز میدیم و اینا رو به صورت کبابای کوچولو کوچولو در میاریم. من به دلبر جون گفتم که خیلی مرتبش نکن. من دوست دارم معمولا این کبابا یه ذره نامرتب. بهتره که این مواد بعد از ورز دادن از نیم ساعت تا 2 ساعت بره توی یخچال که مزه‌ها قشنگ با هم قاطی بشن و خوشمزه تر بشن. در غیر این صورت میتونید همینجوری هم سرخش کنید. اولش این مواد رو به 8 قسمت تقسیم میکنیم. بعد دستمون رو کمی به روغن میمالیم و این کبابا رو درست میکنیم که به دستمون نچسبه. حرارت رو متوسط رو به بالا نگه میداریم. بعد از اینکه یه طرف این کبابا سرخ شد برش میگردونیم. حالا دیگه باید مراقب شعلمون باشیم که خیلی زیاد نباشه نسوزه، خیلی هم کم نباشه که باز آب نندازه. این یه مدل از چندین مدل کبابیه که میخوام بهتون یاد بدم. نوش جونتون. تمام.